سلام و عرض ادب در خدمتتون باشیم. خیلی خوش اومدید. میدونم فعالیتم این مقدار دارم سعی میکنم که فعالیتم همچنان نگه دارم. سعی میکنم که اگه مثلا یک روز خیلی زیاد گریه میکنم دیگه این صورت داره منفجر میشه، دیگه نمیتونم بیام جلو دوربین. بیخوابی دارم دست و پنجه نرم میکنم، استرس زیاد، وضعیت ایران خیلی تحت تاثیرم قرار داده زیاد. اصلا نمیتونم راجبش صحبت بکنم چون صدام شروع میکنه لرزیدن. منتظر اون خبر خوبی که هممون منتظریم که چندین ساله بشنویم. همیشه تو زندگیم صورتم رو با سیلی سرخ نگه می‌داشتم و الانم دارم همین کارو میکنم. الان که من اینجام دارم سعی میکنم که صورتم رو با سیلی سرخ نگه دارم. سلام شرق عزیزم، امیدوارم که حالت خوب باشه. من خیلی ویدیوهاتو دوست دارم و میتونم بگم که هر کدوم بالای 4 بار دیدم. عاشقتم. وقتی که دارم کار میکنم ویدیوهاتو پلی میکنم و کلی لذت میبرم. من امروز میخوام داستان یه مرادی رو بگم که حتی اسم واقعیشو یادم نمیاد. من سال دوم دانشجوییم بودم و یه دوست خیلی صمیمی به اسم مرضیه داشتم که ما دوتا خیلی شیطون بودیم فلورت و پسرا محور اصلی زندگی، یعنی اصلا جزء برنامه اصلی زندگیمون بودن. با هیچ کدوم رابطه جدی نداشتیم ولی خب خیلی با پسرا وقت میگذروندیم. خوابگاهی بودیم. یه روز که توی اتاق بیکار نشسته بودیم تصمیم گرفتیم که بریم دریا، چون دانشگاه ما به دریا بیشتر نزدیک بود تا توی شهر. همون روز ما اتفاقا خیلی هم بدفاز بودیم و دلمون میخواست که مثلا یکی پیشمون باشه و ما رو بخندونه. نشستیم توی اسنپ و حرکت کردیم سمت دریا که یهویی به ذهنمون رسید که بریم توی بادهای ناشناس و به یکی وصل بشیم. لوکیشن رو هم روشن کردیم و مکان شخصی که میخواستیم بهش وصل شیم و شهرمون زدیم. به یه پسری وصل شدیم که اسمش رو میخوایم بذاریم مراد. بهش وایس دادیم و گفتیم که ما تو راه دریا هستیم، تو هم میخوای بیای مثلا فلان پلاژ پیش ما؟ اونم پرسید چند نفرین؟ ما هم گفتیم که 2 تا. گفتش که خب باشه، منم با دوستم میام. بشینید بچه‌ها. همین الان باید دعوا کنید؟ هم شما آمبولمون رو بردین؟ الان با دوستم حرکت میکنیم میایم سمتتون، مراقب خودتون باشید تا ما برسیم. بعضی وقتا که به اون موقع فکر میکنم باورم نمیشه که همچین کارایی میکردیم، ولی خب اون زمان واسمون خیلی عادی بود. ما رسیدیم و هرچی میخواستیم بخوریم یا سیگاری که میخواستیم بکشیم و خودمون خریدیم تا وقتی که مثلا مراد و دوستش میان دیگه مجبور نشن توی رو در بسیم حساب کنن چیزی واسمون. اینم بگم که موقع زمستون بود و هوا بسیار سرد بود و حالا توی سرما ما رفته بودیم دریا، یه باد خیلی سردم میزد بهمون در حدی که مثلا تا مغز استخونت میسوخت. بعد مراد پیام داد که میگم شما کجایین؟ ما هم گفتیم فلان پلاژیم اونجا. خب اونم گفته که خب منم همونجا، چرا نمیبینمتون؟ رومون رو برگردوندیم که مراد رو پیدا کنیم. فلورت چشمت روز و نبینه. کلا یه پسر اونجا بود که مطمئن شدیم همون مراده. یه پسر به شدت لاغر، یعنی بدون اقراق بخوام بهت بگم این پسر یه اسکلت بود با یه لاپوست. حالا هیکلش خود دست خودش نیست، خیلی هم قد بلندی نداشت که حالا ایناش مهم نیست. این بنده خدا یه دونه تتو وسط سینه‌اش و یه دونه تتو روی ساعدش داشت و میخواست که حتما ما این تتو رو ببینیم. بنابراین توی اون سگ سرما کلا یه لاپیرهن مردونه پوشیده بود، آستیناش هم تا کرده بود داده بود بالا که مطمئن شه مثلا تتوی روی ساعدش حتما ببین. یقه هم خب تا اینجا تا نافش باز نذاشته بود، تا خشتک یقه تا خشتک باز گذاشته بود که تتوی روی سینه‌ش رو حتما ببین. فکر داخل اون سرما وقتی که رفتیم پیشش دیدیم که بیچاره داره از سرما میلرزه. مراد باشه دیگه، تتوات دیدن دیگه، برو یه چیزی بپوش، یه چیزی برو بپوش دیگه، سینه پهلو میکنی شب. یکم نگاش کردیم گفتیم که مراد نمیخوای یه لباس بپوشی؟ خب مردی تو سرما. بعد مرادم بعد از اینکه چند بار دستش جلوی ما تکون داد که مطمئن شه تتوی روی ساعدم، دیدید یه تتو زدم رو ساعدم گل رز، دیدینش؟ آره دیدنش، برو یه چیزی بپوش. مطمئن شد که ما همه تتوهاشو دیدیم. ببین دوید رفت سمت ماشین که کاپشنش تو ماشین بره منده. خب وای یکم گذاشت ما نشسته بودیم که از اون پرسید دانشجویی؟ ما هم به دروغ گفتیم که دانشجوی فلان دانشگاه اشتباهی گفتیم و آدرس دانشگاهی هم که دادیم با دانشگاه خودمون یه فاصله داشت. یکم که گذشت گوشی مراد زنگ خورد و فهمیدیم که دوستش هوشنگ رسیده. آدرس جایی که هستیم داد به هوشنگ. وقتی که هوشنگ اومد چشمت روز بعد نبینه. هوشنگ با لباس کار خاکی و اینا بکنه با دمپای لانگشتی. هوشنگ تو دستشویی بلند شد اومد. یکم حرف زدیم باشون، یه گوشی هوشنگ زنگ خورد. هوشنگ گفت بچه‌ها ساکت باشید خانوممه.
ما هم مراد پرسیدیم پا مراد هوشنگ دوست دختر داره پاشو اومده با ما بیرون. مرادم گفتش که رفیق من این چیزا بهش نمیچسبه، نمیتونید به هوشنگ ای وصلا بچسبونید و بدنامش کنید. هوشنگ دور دختر بازی نیست، هوشنگ زن داره. خیلی کمک کردی الان به وضعیت هوشنگ که مطمئن بشیم هوشنگ حمل نیست. مراد که بهمون گفت هوشنگ زن داره، ما دوتامون کز خوردیم و بلند شدیم، دیدیم که وقت رفتنه. بساطمون رو جمع کردیم که برگردیم خوابگاه که تازه اینجا شروع داستانه. ما میخواستیم برگردیم، مرضیه گفتش که ببین من اسنپ زدم، اسنپ تو راه. مرادم گیر داد که من نمیذارم، من غیرتم، اگه غیرتم قبول نمیکنه که شما دوتا رو با اسنپ بذارم بیرین، من ماشین دارم، من باید برسونمتون. مرضیه هم پاشو کرده بود توی کفش که ما سوار ماشینت نمیشیم، باید با اسنپ برگردیم. تو راه برگشت دیدم که مراد بهم پیام داد، بهم گفتش که معصوم عزیزم میخوام یه چیزی بگم، من اینه باید به دوستت مرضیه بگی. حواستو جمع کن که مرضیه نفهمیده بود مرضیه زرنگه. حواستو جمع کن که این مرضیه نفهمی، این مرضیه مال افعیه. حواستو جمع کن چتمونه نبینه. منم گفتم که باشه خیالت راحت و گوشی رو دادم مرضیه باش چت کنه. مرضیه شروع کرد چت کردن با مراد. به مرضیه چیزی نگو، نبینم این مرضیه چیزی بفهمه، این دختر تو رو از راه به در میکنه. مرضیه هم داشت پیام‌ها رو میخوند. زد به در مهربونی که عزیزم اینو میخواستم بهت بگم، امشب مامان بابام نیستن، تو بیا خونمون آشپزی کنیم، من میخوام باید فیلم ببینم. ما هم کرممون گرفت، گفتیم که خب باشه یکم اذیتش کنیم. ادای دخترای مظلوم رو واسش در آوردیم که آخه مراد من نمیتونم بیام خونتون، اگه بیام خونتون که تو ممکنه با هم یه سری کارا بکنی، من بار اولم خیلی میترسم مراد، واسه همینه که نمیتونم بیام خونتون. مرادم گفتش که بار اولته؟ یعنی تا حالا رابطه جنسی نداشتی؟ خب نه تو بیا من میخوام باید فیلم ببینم. اشکال نداره، به این دختر تا حالا رابطه جنسی نداشته، کسی بهش دست نزده. تو بیا من قول میدم که فقط بغلت بکنم، دیگه هیچ کار دیگه هم نمیکنم. تو به دوستت مرضی، میگم چقدر گیر داده بود به این مرضی، به دوستت دروغ بگو، خوابگاه رو بپیچون، تو بیا پیش من. مرضی هم که داشت جای من چت میکرد نوشت که عزیزم ببین من توی این شهر غریبم، ممکنه گم بشم، میشه لطفاً بیای دنبالم منو ببری خونتون؟ مرادم که دید تیرش به سنگ خورده گفتش خب باشه دیگه جهنم، میرم دنبالش دیگه، باید یه باد بنزینم بسوزونم برم دنبالش. ما هم بهش گفته بودیم دانشگاه آزادیم، خوابگاهمون هم همون دانشگاه آزاده. از اون سمتم با یکی از دوستامی که اسمشو میذاریم محمد رضا هماهنگ کردیم که بیا دنبالمون، بریم تو ماشین محمد رضا بشینیم و همون نزدیک دانشگاه آزاد که مراد میاد اونجا ما مثلا ببینیمش، مثلا مراد از دور نگاه کنیم ببینیم اومده یا نه. شماره هامون هم به هم دیگه دادیم، وقتی که مراد تا وقتی که مراد برسه بتونیم هماهنگ کنیم. و اینکه فلوت صدای من و دوستم پشت تلفن خیلی شبیه همه، در حدی که مامانمون هم تشخیص نمیدن و گاهی توی راه تا اینکه برسیم در دانشگاه آزاد کلی با مراد لاس میزد که آره عزیزم حالا بذار بیام پیشت، حالا تو بذار بیام پیشت سورپرایزت میکنم. در رانندگی کی میرسم به این دانشگاه آزاد. خدا الان که شانس به من رو کرده منو سریع برسون دانشگاه آزاد، بذار یقمو تا خشتکم باز کنم آماده باشم. ما رسیدیم دم دانشگاه آزاد، دورتر پارک کردیم که دیدیم مراد رسید طبق معمول یقه تا خشتک باز. زنگ عزیزم کجایی؟ بعد کلی خوراکی گرفتم، چیپس و لواشک پاستیل گرفتم. بچه ما گل بزنی؟ و چیپس و لواشک پاستیل؟ بعد خوراکی گرفتم که تو را بخونیم با هم دیگه. مرزیم یهویی سر فوش کشید به مراد، فوش که تو فکر کردی داری بچه گول میزنی؟ سر کاری نکبت گم شو برگرد جایی که بودی نکبت. مرادم تا اومد فوشکش کنه مرادم تا اومد مرضیه رو فوشکش کنه، مرضیه بلاکش کرد. مرضیه کجایی تشویقت کنیم؟ کجایی ایستاده تشویقت کنیم دختر؟ کجایی؟ مراد از دور تماشا میکردیم که مرادم عصبانیش دور خودش راه میرفت و سرش رو تکون میداد تا آروم بشه. ما بعد از اینکه فشار خوردن مراد رو دیدیم و دلمون آروم شد برگشتیم خوابگاه خودمون. فرید اینم از داستان من کلی داستان دارم، اگه دوست داشتی بقیه‌اشو هم واسه تعریف کنم. منتظرم. خیلی خوب بود. منتظرم. داستان شماره 2. سلام عشق ترین دختر، اولا ازت ممنونم، خودتون عشقید. ممنونم ازت بابت اینکه اینقدر شیرین و قشنگ داستانای تعریف می‌کنی و روحیه ما رو عوض می‌کنی. دلم می‌خواست داستانم بس ببینم این روشنه، تو هم روشن. میام. زخم خورده است خواهر.
دلم خواست داستانمو یه روزی برات تعریف کنم چون خیلی خیلی روی دلم سنگینی میکرد. من و یکی از دوستام سال 95 پارک بودیم، دنبال سرویس پیت داشتیم میگشتیم. زمستون بود و هوا به شدت سرد. من رفتم و وقتی که داشتم میومدم سوارشم که بریم، دیدم که یه ماشین مدل بالا با 2 تا پسر توی ماشین بودن و نور بالا میدن. خلاصه سرتو درد نیارم، راننده من شماره‌شو داد و با هم دیگه دوست شدیم. یه مدت طولانی ما 4 تایی بیرون میرفتیم و من اصلا از این آدم خساست و بی‌ادبی نمیدیدم. من خودم توی غرب زندگی میکنم و اونم بهم گفتش که من بچه غربم، ولی هر بار میخواست بیاد پیشم 1 ساعت زمان میبرد و من اصلا توجه نمیکردم به این موضوع. یه روز وقتی که اومد گفتش که من دفترم سمت غربه و خودم بچه یاخچی آباد تهرانم. من باز اهمیتی ندادم و بعدها معلوم شد که دفتر وجود نداره و بهم دروغ گفته. روزها میگذشت، من با مراد جان بسیار خوب و خرم بودیم تا اینکه بعد از عید من تصمیم گرفتم کافه بزنم و مراد از اون تایم به بعد بیشتر اصرار داشت که قضیه ما جدی بشه. من 23 سالم بود و اصلا به مادیات توجهی نمی‌کردم و خوشحال بودم که آخ جون یه پشتیبان خیلی خوب تو زندگیم دارم. اینو فراموش کردم بگم که ما هر وقت بیرون می‌رفتیم با دوستاش میومد و من پول شام و کافه و کافه رو حساب میکردم و مرادم از من جلوی دوستاش تعریف میکرد که آره این معصومه عجب دختر چش و دل سیری، اصلا برعکس این دخترای دور زمونه که میخوان ازت کافی بکنن. خب ببین دوست دختر من میز حساب کرد، خب ببین این معصومه بسیار انسان دست و دل بازیه، جیب ما با هم دیگه یکی، حسابامون یکیه، آدم هم قلی بسوز. خب اینا رو میگفت، معصومه هم جوگیر میشد، ممقلی مثلا چلو گردن سفارش میدن، معصومه حساب میکنه. فرید نمیدونم من چرا با شرایطی که داشتم باید با این آدم ادامه میدادم، منم نمیدونم معصومه. تا اینکه من کافه رو با کمک خواهرم زدم و روز تولد آقا 1 هفته بعد از افتتاح کافه بود و من تمام دوستای این آقا رو به درخواست اون دوستش که میشناختم دعوت کردم. یه مش آدم بی ادب و لات کادو براش 1 ساعت و عینک دودی خریدم. خیلی هزینه کردم چون فکر میکردم که این آدم قرار بمونه، هیچ ام نداره، خیلی همون سرمایه‌گذاریامون به باد رفته. خودتو چیز نکن، خودتو سرزنش نکن. اینم یه اصطلاح بختیاری هست میگه که اینم سر گاویل آب برده. اینم سر گاویل آب برده، یعنی اینم سر گاوهایی که آب برده شد، منظور پولهای از دست رفته است. کافه رو زدیم. اولین اتفاق این بود که دستگاه پوز نداشتیم، باید به بانک درخواست نامه میزدیم و اینجور چیزا. یکی از دستگاه پوز مغازش رو آورد و داد ما که ازش استفاده کنیم. منم خوشحال بودم که وای آقای من سپورتم میکنه، آقای مشکل گوشه. جلوی خواهر بنده خدا که از اول با مراد مشکل داشت کلاس میذاشتم که کی میتونست برای ما دستگاه پوز بیاره به جز مراد. فلورت هر شب میومد کافه و شامش و چایش رو زهرمار میکرد و موقع کارت به کارت پولی که از پست کشیده بود مبلغ 500 تومان به عنوان کارمزد از ما کسر میکرد. برای مثال یک روز ما 45 میلیون و 750 کار کرده بودیم، 500 ازش کم میکرد باقیشو میزد. 500 تومن ازش کم میکرد باقیشو میزد. دیگه داشتم خسته میشدم. هر کی از دوستامون میومد کافه اولین حرفی که میزد میگفتش که اینا کجا پیدا کردی؟ ما کافمون ستارخواب بود. ببین از یاخچی آباد با موتور میومد که مجبور نشه منو خواهرمو برسه. با موتور میومد، با ماشین نمیومد که به ماشینش فشار میومد. و جالب اینجاست که هر شب میومد، هر شب، حتی بدون یه دونه غیبت، و میگفتش که من غیرت دارم. من اومدم اینجا که بالا سر ناموسم باشم. آقای با غیرت اجازه میداد ساعت 11 شب ما خودمون با اسنپ برگردیم. غیرت داشت فقط در حدی که بیا غذاشو بخورم. یه شب آقا روزه بود و من خوشحال رفتم برای آقای نون خریدم و پکیج افطار چیدم واسش. وقتی که اومد زهر مار کنه بلند داد زد که کدوم احمقی نون منو خشک سرو کرده. ببخشید سلطان سلیمان، ببخشید. و مگه ای کارکنای تو شعور ندارن که نونو جلوی کولر نذارن تا خوش بشه؟ اینا پول واسه چی؟ پولشو مگه تو میدی؟ گوزو. مدیریت اینجا رو بسپارید به من، مدیریت اینجا رو بدید به من، ببین چه شکلی ازشون کار میکشم که دیگه نونو نذارن جلو کولر تا خوش بشه. مدیریت زندگی خودتو دادن دستت، ریدی تو زندگی شخصی. مدیریت کافه میخوام که ورشکست بشه. آدم گدایی بود. من کم کم داشتم به خودم میومدم و متوجه اشتباهم شده بودم و دل سرد شده بودم. کم کم داشت خدا بهت کم کم اینطوری نگاه میکرد. وقتی برگشت ببخشید یه هفته سرد شدم، خواستم ببینم که چه اتفاقی میافته. رفتم مسافرت. وقتی که برگشتم آقا ماشینش آورد و ما اومد برسونه خونه. گوشیشو برداشتم دیدم حواسش نبود، مثلا پیاده شده به ماشین، دیدم که به یه خانم مورد داری پیام داده بود که های سکسی رو با آی گذاشته بود. سکسی رو به جای اینکه وای بذاره آخرش آی گذاشته بود آخرش. های سکسی. و با یه خانم دیگه کلی چت کرده بود و حرف زده بود.
کاری به این پسر کردم که داشت تصادف میکرد. مجبورش کردم وایسه و شروع کرد به عربده زدن و از حرص گریه کردن. خواهرم و باریستای کافه هم بودن و از دیوونه بازیای من تعجب کرده بودم. یه مأموری با موتور اومد و نسبت ما رو پرسید و این بدبختم گفت نامزدمه و منم گفتم که دروغ میگه، دوست دخترشم الانم خیانت کرده و داد و بیداد. مراد زرد کرد از ترس اینکه برای خودش اتفاقی نیفته. سوار موتور مأمور شدن و رفتن 200 تومن پول از کارت آقا کشیدن تا برسیم خونه. 1000 بار گفت و انتظار داشت که نصف و 200 تومن من بهش بدم. وقتی منو گذاشت خونه گفت اگه بام کات کنی من خودم رو با کار سرگرم میکنم و میرم باشگاه، نمیذارم لحظه ای تو فکرم بیای. ما کات کردیم آقا، ما کات کردیم. مراد لگباری زنگ پیام، ولی من کلا سرد شده بودم. میومد تو کافه ولی اصلا دلم نمیخواست که باش هم کلام بشم، تا اینکه همسرم یکی از مشتریای کافم بود ازم خواستگاری کرد و این آقا متوجه شد، قیامت به پا کرد، ولی من و همسرم توجه نکردیم و از کافه بیرونش کردیم. همسرم برعکس این آقا خوش اخلاق، صادق، بسیار دست و دلباز و از این افرادیه که به خانم‌ها خیلی احترام میذاره و اصلا جز من به کسی توجه نمیکنه. الان پسرمون 2 سالشه و ما هر روز عاشق‌تر از روز قبلیم. خواستم اینو تعریف کنم و به خانم‌های پیج بگم که قدر خودشونو بدونن و بدونن که خصاصت و احترام خیلی مهمه. آدمی که از اولش همچین رفتاری از خودش نشون بده تا آخرش هم همینجوری میمونه و تغییر نمیکنه. پرسیده بودم که مثلا پول چقدر کم میکرد دستگاه پوز؟ 500 تا تک تومن، نه 500,000 تومن. یعنی با دستگاه پوزه که کار میکردن مراد فکر کنم هزینه جابجایی پولو کم میکرد، بعد پولو میفرستاد. 500 تا تک تومن 1000 تومن هست، نصفش کنیم 500 تا تک تومن، نه 500,000 تومن. و اینم بگم که میدونم هنوز گاهی تو یادش میومدم. شب عروسیم پیام داد بهم، گفتش که من هنوز یادتم و من همونجا پیامو به همسرم نشون دادم و بلاکش کردم. فلوید این آدم اینقدر پس بود که فکر نمی‌کرد شب با پیام دادنش باعث خراب شدن زندگی رابطه یا یه آدم بشه. فلوید منتظرم که داستان منو بخون دیگه. خوندمش دیگه. و حالا همین داستان از مراد بپرسی، میگه که داداش همه چیمو براش گذاشتم، دستگاه پوزمو بهش دادم، پای این دختر نشستم، هر شب میرفتم تو کافه که مراقبش باشم، صدمو براش کار زندگیم زدم، هر شب میرفتم تو کافه که مراقبش باشم، کسی بهش چپ نگاه نکنه، دستگاه پوز خودمو بهش دادم، نتونسته بود دستگاه پوز بگیره، هر روز پولو براش انتقال میدادم، داداش آخرش بهم خیانت کرد. این قسمت های داستانو خب به داداش نمیگه، این قسمت ها رو شما باید بیاین به من بگین. برای این ویدیو من میخوام 3 تا داستان بگم، چون 3 تاشون کوتاهن، اونقدر بلند نیستن. داستان کوتاهتون رو سعی کنیم با جزئیات بیشتر برای من بفرستید. باشه بچه‌ها، بریم سراغ داستان شماره 3. سلام شقایق قشنگم، من مدت زیادیه که ویدیوهاتو میبینم و دوست داشتم که داستان خودم رو برات تعریف کنم. من بوشهر زندگی میکنم و اوایل بهمن ماه با یه آقایی به اسم مراد آشنا شدم که 32 سالش بود و من اون موقع 21 سالم بود. موتور سوار بود و وقتی که اومد شماره‌مو بگیره خیلی محترمانه صحبت میکرد، جوری که من واقعا جذب نوع حرف زدنش شدم و شماره‌مو بهش دادم. با اینکه تفاوت سنیمون خیلی زیاد بود، نمیدونم چرا برعکس همیشه انگاری که خدا زده بود پس سرم. ماه اول و دوم تقریبا خوب پیش رفت، ولی بازم رد فلگایی بود که من نادیدش میگرفتم. مثلا اینکه آدمی بود که خیلی زود عصبی میشد و خیلی زیاد رفیق باز بود و خیلی رفیق دختر داشت و ادعا میکرد اینا همه خواهرامه، به چشم خواهری، و ادعا میکرد که فقط دوستیم، ولی شوخیاش همیشه جوری بود که منو لمس میکرد. حتی یه بار یکی از رفیقاش که اسمش مثلا سکینه هست جلوی من پرید تو بغل مراد و من این شکلی بودم پچتونه و سکینه پچته. برگشتم با عصبانیت به مراد نگاه کردم، مراد پوپو کرد تو خودش. بعدش هم که رفتم خونه بهم زنگ زد، گفتش که با سکینه دعوام شد. بهش گفتم سکینه، حد و مرز خودتو بدون، سکینه دوست دخترم ناراحت میشه. سکینه پچته، مگه میمونی؟ مگه تو میمونی؟ من شاخه درختم که اینطوری پریدی سرم؟ سکینه مگه ندیدی دوست دخترم اونجاست؟ در جلو معصومه این شکلی رفتار کردی. سکینه هم کلی معذرت خواهی کرد. به خدا نمیخواستم بیاد میکنم تو چون خیلی سکسی و قشنگی دلم خواست بپرم سرت. منم بهش گفتم سکینه دیگه نبینم ای کارا بکنی. برگشتم بهش گفتم که هیچ وقت نباید این کار کنید وقتی که پارتنر دارید. من با این قضیه واقعا مشکل دارم، چون وقتی خودم توی رابطه‌ام حتی رفیق پسرم ندارم. از تو هم انتظار دارم که این حد و مرزا رو رعایت بکنی. اگه این پسری بود که حد و مرزا رو رعایت می‌کرد، سکینه نه، حالا من کاری با سکینه ندارم. مثلا میفهمید، خودش شعورش میرسید که آقا این دوست دختر داره، من نباید زیاد مثلا آویزون بشم. ولی مرادم اگر جوری رفتار نمی‌کرد، مرادم اگر اجازه رو بهش نمیداد، سکینه نمی‌پرید.
اگه جا خالی میداد سکینه نمیتونست بپره زن مراد. یعنی که چی میگم حد و مرزها رو رعایت کنیم. ولی بازم سخنرانی میکرد ببین سکینه مثل خواهرم بود، ببخشید حالا که اینطور شد قطع رابطه میکنم با سکینه. ببین میرفت سکینه رو میدید بدون اینکه من اطلاع بده، میرفت سکینه رو میدید. شقیه ما اون 2 ماه اول رابطه رو رد کردیم و تقریبا با هم دیگه خوب شده بودیم که شروع کرد به بی‌توجهی کردن و این شکلی بود که من تا حرفی بهش میزدم زود عصبی میشد و داد و بیداد راه مینداخت و کلی بازی میکرد. اینم اضافه کنم که سر کارم نمیرفت و وقتی بهش میگفتم برو سر کار کلی قور میزد. با او کی میره سر کار که حوصله داره پول در میگوش. پاشو برو سر کار گوشات داری دختر بازی میکنی؟ برو فکر زندگیت باش. با او من سختمه من نمیتونم بده سر کار. من عصبی میشه کسی نمیتونه سر کار به من دستور بده. کسی نمیتونه بده سر کار به من اگه دستور بدن چپ و راستشون میکنم. پس تو فکر کردی من میرم زیر دست کسی؟ آدمای مثل تو خب منیجر اینا هم نمیشن. چون منیجرها خیلی کار میکنن و خیلی دیسیپلین خاصی دارن که به اون مقامای بالا میرسن. بهش گفتم مراد قرار نیست آسمون برات پول بیاخه برو سر کار. عصبی میشد. پشت تلفن بهم کلی توهین میکرد. منم تا می‌خواستم جوابشو بدم گوشی تو قطع میکرد. یه ما دیگه هم رابطه‌مون گذشت و ما یه شب با هم دیگه رفته بودیم بیرون و اون شب به من خیلی خوش گذشت. دقیقاً ساعت 10:30 شب بود که منو رسوند خونه و هیچکس خونه ما نبود. من داشتم لباسامو عوض میکردم که شماره ناشناس چندین بار بهم زنگ زد. من معمولا شماره ناشناس رو جواب نمیدم. ولی وقتی که 2-3 بار دیگه زنگ زد گفتم خب شاید مثلا مراد با یه شماره جدید داره بهم زنگ میزنه و کار واجب داره با هم. وقتی جواب دادم دیدم یه خانم بهم زنگ زده. فقط سلام کرد و خیلی صریح پرسید تو دوست دختر مرادی هستی؟ مرادی. من شوکه شدم که اصلا این خانم کیه؟ شماره منو از کجا آورده؟ مراد از کجا میشناسه؟ و کلا هر جمله‌ای که این خانم میگفت به من یک شوک وارد میشد. گفتم که آره من دوست دخترشم. شما؟ اول جواب نداد. وقتی 2-3 بار ازش پرسیدم برگشت بهم گفتش که من خانومشم. انگار یه سطل آب یخ ریخته بودن روی سرم. باورم نمیشد. بهش گفتم یعنی چی؟ گفتش که من خانومشم. زن مرادم. ولی حرفش رو تغییر داد خانومه و من گفتش که مراد چند سال پیش زن گرفته و بعداً طلاقش داده و منم دوست دختر سابقشم. مراد یه بار آبروی منو جلوی خانواده‌ام برده. فهمیدم که الان با تو وارد رابطه شده و هر کاری کردم تا شماره‌تو پیدا کنم و بهت بگم که از این مرد زندگی در نمیاد. من فقط داشتم گوش میدادم و اصلا باورم نمیشد که چی دارم میشنوم. بهش گفتم مدرکی داری که بهم ثابت کنی؟ گفت برو راجع به زنش از خودش بپرس بهت میگه. آخر سرم بهم گفتش که من کاری که بعد میکردم و انجام دادم و بهت گفتم. بعدش هم گفتش که من نمیخواستم تو هم مثل من جلوی خانواده و دوستات آبروت بره و گوشی رو قطع کرد. مرسی خانم خیلی ممنونیم ازتون. متشکرم که به فکر همجنس خودت بودی. خیلی سریع زنگ زدم به مراد و تا جواب داد ازش پرسیدم مراد تو قبلا زن داشتی؟ خیلی تعجب کرده بود که من چرا یهو این سوال ازش میپرسم. اولش منو کرد ولی بعدش گفتش که آره حالا مگه چی شده گذشته آدما به خودشون مربوطه. بهش گفتم من یه دوست پسر داشتم و حتی اونم بهت گفتم ولی تو زن داشتی اسمش تو شناسنامه‌ت بوده. بعد به نظر تو یاد رفته بود بهم بگیش؟ به نظر تو مهم نیست که بخوای اینو بهم بگی؟ دعوامون بسیار بالا گرفت. پشت تلفن هرچی از دهنم در اومد بهش گفتم و شستمش و پنش کردم روی بند تا خشک بشه. در حدی که یه جا کم آورد و گفتش که بیا اصلا گوشی رو میدم به سکینه با حرف داره. گوشی رو دست سکینه. من بین حرفاش گفتم پس سکینه تو خبر داشتی که مراد زن داشته؟ سکینه هم گفتش که عزیزم ببین گذشته آدما که مهم نیست. سکینه داشت برای مراد مالکشی میکرد. ای سکینه از 10 تا مراد بدتری سکینه. گذشته آدما که مهم نیست. ولی بهش پیله کردم و فهمیدم که سکینه هم میدونست. سکینه اون فرق زنی که به همجنس خودش اهمیت میده اون خانمیه که شماره رو پیدا کرده به زور شماره معصومه رو پیدا کرده که بهش اطلاع بده. یکی هم مثل سکینه است. پیله کردم اونم گفتش که میدونسته ولی این قضیه برای خیلی سال پیش اونا جدا شدن. یه دورم سکینه رو شستم به خاطر اینکه خبر داشت به من نگفته بود و کلی داشت پشت مراد میگرفت. بعد از اون شب یه هفته بعدش من با مراد کات کردم ولی اون تا 1 ماه بعدش هم همچنان من پیام میداد. آخر سر وقتی که دید این کار جواب نمیده و من هیچ جور راضی نمیشم که باش دوباره برم توی رابطه برگشت خیلی جدی گفتش که من سرطان گرفتم دکتر جوابم کرده دارم میمیرم. که من بهش گفتم علم پیشرفت کرده ان شاءالله خوب میشی. و حالا مثلا من چه کاری دستم برمیاد. جدیش نگرفتم ولی انقدر اینو گفت که من باورم شد. آخر سر بهم گفتش که سرطان پروستات گرفتم. که بهش گفتم نترس نهایتا میبرنش. وقتی که دیدم به روحیه میدم و دیگه مسخرهش نمیکنم برگشت گفتش که خب ببین دیدی هنوز دوستم داری دیدی هنوز حواست بهم هست. و اونجا بود که فهمیدم
درست فکر میکردم، داشت الکی زرزر میکرد و من چقدر احمق بودم که حتی واسه چند ساعت حرفاشو باور میکردم. وقتی که این حرفو زد بستمش به فحش و هر چیزی که لایقش بوده بهش گفتم و بلاکش کردم. درسته این آدم 32 سالش بود ولی رفتارش مثل یه پسر بچه 3 ساله بود. خیلی خوشحال میشم که داستان منو تعریف کنی. اینم عکس مراد. ببخشید یه لحظه در حال تحلیل. ببخشید. اینم از داستان سوممون. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید. اگر میخواید منو حمایت کنید یه دکمه‌ای هست اون پایین، هایپ اسمشه. این باعث میشه که ویدیوی من بیشتر دیده بشه و خب این شکلی منم خیلی دوست دارم، چون این شکلی هم من میتونم بیشتر براتون ویدیو بگیرم وقتی که ببینم که مثلا واقعا دوست دارین و دارید منو هایپ میکنید. حس خوبیه و به من امیدواری میده که بخوام ادامه بدم. مرسی که ویدیوی منو نگاه کردین. میبوسمتون. مراقب خودتون باشید.